بینندگان عزیز، در خدمت یکی از مسئولین سخت‌کوش مقابله با کرونای اتحاد هستیم. در دلیل اتحاد. خیلی خوش آمدید. لطفاً برای بینندگان ما بفرمایید که چه اقداماتی برای مقابله با کرونا انجام دادید. آقا جان، شما خبرنگاری یا خروس بیمحل؟ آخه ظهر جمعه وقت صحبت از کروناست. حاج آقا، ویروس کرونا که ظهر جمعه از جمعه سرش نمیشه، در همه حال باید باهاش مقابله کرد. خب همین دیگه، وقتی از اقدامات ما بیخبری همین میشه. پسر جان، ما ویروس کرونا رو هوشمند کردیم. باور کنون ویروس کرونا از توی خبرمال نگار بیشتر حواسش به زمان بندی هست. ظهر جمعه ما رو از سر سفره ناهار بلند کردی آوردی مصاحبه. بگذاریم حاج آقا، میشه ما رو از آخرین اقدامات نظام در مقابله با کرونا مطلع کنید؟ حالا شما میخوای مطلع بشی که چی بشه؟ مثلا من که الان این همه مطلع هستم به کجا رسیدم؟ بعدش هم این که ولش کن، یادم نبود اینا داره تو صدا و سیمای نظام پخش میشه. بله آقا جان، ما و همه شخصیت‌های لشکری و کشوری و سپاهی و بسیجی به صورت تمام وقت در جنگ با کرونا هستیم. چقدر عالی. میشه بفرمایید چطوری با کرونا می‌جنگید؟ با استفاده از روش‌های بسیار پیشرفته‌ای مثل چای نبات، عرق نعنا، هل و دارچین و زنجبیل و روغن بنفشه که اصلا معجزه میکنه. از لحاظ راهبردی هم 2 تا راهبرد در برابر کرونا داریم، یکی مقابله علنی، یکی هم مقابله پنهانی. حاج آقا، مقابله پنهانی یعنی چی؟ چه نیازی به مقابله پنهانیه؟ چه نیازیه؟ اینم شد سوال. خب باید کرونا رو غافلگیر کنیم دیگه. اگه کرونا دست ما رو بخونه که به همون پاتک میزنه. ای وای خدا. حاج آقا، من گیج شدم. به نظرم این روش‌های پنهانی رو بیخیال بشید. الان برای بیننده‌های ما از روش‌های آشکارتون بگید. آهان، الان اومدی اول جاده. اونا برای پیشگیری بود. حالا اگه مبتلا شدی باید چیکار کنی؟ واقعا باید چیکار کنیم؟ هر جای بدنت کرونا گرفتی، اولین کاری که باید بکنی زرده تخم مرغ و زردچوبه رو زودی بذار روش. این از اون داروهاست که معجزه میکنه. حاج آقا، مگه میخوایم شیش انداز درست کنیم؟ زرد تخم مرغ رو چی بذاریم آخه؟ ببخشید آخه تو واسه ما حواس نمیذاری که. اون واسه شکستگی بود. صبر کن یادم بیاد. آقا حله، همه چی حله. چی حله حاج آقا؟ چی شد؟ هیچی پسر جان، مقام عظمای ولایت یه حکم حکومتی دادن و به ویروس کرونا ابلاغ کردن که کاری به کار مردم نداشته باش. ویروس کرونا هم از اونجایی که ویروس خیلی ولایت مداریه اتحاد حمل کرده. بنابراین هیچ خطری متوجه امت همیشه در صحنه نیست. مردم راحت میتونن برن به کسب و کارشون برسن. ویروس کرونا هم به اذن ولایت کاری به کارشون نداره. سر جد دست از سر ما بردار. آقا ما نخواهیم مصاحبه کنیم کی رو باید ببینیم؟ آقا جمع کن دوربین و رود کوچیکه رود بزرگه رو خورد به خدا.